سلام، به این ویدیو جدید من خوش اومدین. قرار راجع به پست گذاری با هم دیگه صحبت کنیم. پس با من همراه باشین. قبل از اینکه ویدیو رو ببینید لایک و سابسکرایب یادتون نره. حتما برام کامنت بذارید. داخل اینستاگرام یه سری قوانین داریم، همینجوری الکی نباید بریم پست بزنیم. چه قوانینی داره؟ چجوری پست بذاریم؟ آقا ما اصلا پیجمون رو تازه باز کردیم، چجوری پست بزنم که بازدید بگیره؟ چیکار کنم که بدونم مثلا اینجوری مثلا 3 روز هفته پست بزنم بازدیدم بیشتر میشه، 10 روز بزنم بیشتر میشه؟ چیکار کنم؟ البته هفته 10 روز نیست، یعنی مثلا تمام هفته پست بذارم یا مثلا 2-3 روز بزنم کافیه؟ و مثلا من پیجم فروشگاهیه چند تا پست بذارم، آدمینم چند تا پست بذارم و یه سری نکات دیگه که الان همه رو بهتون میگم. خب پست گذاشتن تو اینستاگرام چه قوانینی داره؟ بچه‌ها چیزی که من تجربه کردم واسه پیجای کاری که روش کار کردم اینه که بهترین کاری که شما میتونید انجام بدید اینه که 2 تا برنامه تهیه کنید. یک برنامه بیاید از شنبه تا چهارشنبه رو برای 1 ماه هر روز پست بذارید. از شنبه تا چهارشنبه، یعنی پنجشنبه جمعه آف شما باشه، هیچ پستی نذارید. میتونید استوری بذارید ولی پست نذارید. یه ماه بعدی یعنی ماه دومتون هر روز به جز جمعه پست بزنید، یعنی پنجشنبه رو هم پست بزنید. 1 ماه اون برنامه رو تست کنید، 1 ماه این برنامه، 1 ماه از شنبه تا چهارشنبه پست بذارید، 1 ماه از شنبه تا پنجشنبه. بعد با توجه به آنالیز پیج که توی جلسه قبلتون گفتم چجوری میتونید تو پیجتون فعالش کنید، ببینید کدوم مدل پست گذاشتن باعث بازدید بیشتر شده براتون، کدوم یکی از اینا باعث شده شما بیشتر مخاطب جذب کنید، بیشتر بتونید فالوور جذب کنید و اون مسیر رو پیش بگیرید. اگه آقا هر روز هفته بوده هر روز بذارید، اگر 4 روز در هفته بوده 5 روز در هفته بوده 5 روز بذارید. باید تفکیک کنید، بیاین خودتون آنالیز کنید، بیاین در بررسی کنید آقا چی جوری مثلا کی بذارم، چی کار کنم بهتره. هر چقدر بخوام تایم و تاریخ و اینا بدم، شما خودتون باید بفهمید قلق پیجتون، قلق مخاطبتون رو باید خودتون بفهمید. حالا خیلی پیجا هستن میام بهتون میگم مثلا شنبه ریلز رو پست بذار، دوشنبه مثلا نمیدونم پست تک اسلایدی بذار، سه‌شنبه ریلز بذار، چهارشنبه. اصلا اینا رو توجه نکنید، اصلا اینا رو همه رو بریزید دور. میخواین برای خودتون تقویم محتوایی به وجود بیارید، میخواین برای خودتون تشخیص بدین چیکار کنید، بذارید پست، استوری بزنید، ریلز بزنید تا متوجه بشین پیجتون با کدوم یکی از اینا کار میکنه. با ریلز بهتر کار میکنه، با پست تک اسلایدی بهتر کار میکنه. خودتون باید آنالیز کنید. ولی یه نکته‌ای که هست اینه که الان الگوریتم اینستاگرام رو ریلز خیلی توجه داره، یعنی ریلز براش خیلی مهم‌تره، باعث میشه که خیلی فالوور زیادی جذب کنید. و خب اگه اول کارتونه شما نیاز به فالوور دارید، پس بهتره بیشتر ریلز بذارید. ولی اینکه چه روزی و کی بذارید واقعا دست خودتونه. یعنی شما با توجه به اینکه مثلا این برنامه 2 ماهه رو تنظیم کردین، مثلا 1 ماه هر روز پست میذارین به جز 1 ماه از شنبه تا چهارشنبه میذارین، خودتون تعیین کنید شنبه میخواین ریلز بذارین، دوشنبه میخواین ریلز بذارین، سه‌شنبه میخواین ریلز بذارین تو برنامه‌تون. ولی حتما 2 تا ریلز باشه، یعنی 2 تا 100%یه دیگه. حالا بیشتر میخواین بذارین هم بیشتر بذارین، ولی سعی کنید ریلزاتون تکراری و اینا نباشه که اونا رو بعداً توی ویدیوتون جدا میگم که چه ریلزی بازدید خیلی زیادی میاره، چه ریلزایی اصلا ریلز رو براتون کامل باز میکنم چون خیلی نکات مختلفی داره. خب حالا در مورد خود پست، چجوری پست بذارم؟ میرید داخل بخش اینستاگرام، یه به علاوه اون وسط هست، اونو میزنید و وارد گالریتون میشید، عکساتون انتخاب میکنید، ویدیوهاتون انتخاب میکنید. تو قسمت پست میرید بخش بعدی میتونید براش فیلتر بذارید که خب قبلا به نظر بهتره که برنامه‌های ادیت و اینا رو داشته باشین، عکساتون آماده باشه. خیلی با ادیت‌های این بخش اینستاگرام کار نداریم، در واقع ادیت با اینستاگرام خیلی خوبه ولی واسه پست خیلی پیشنهاد نمیشه. بریم مرحله بعدی، کپشن رو بنویسید. کپشن نویسی خودش یکی از بزرگترین نکات داخل پست گذاریه. کپشنمون چجوری باشه مخاطب جذب کنه، چی بنویسیم، چی کار کنیم، همه اینا مهمه. ولی خب من فعلا قرار بهتون پست گذاری رو بگم، بعداً توی ویدیوی دیگه، 2-3 تا ویدیوی دیگه بهتون کپشن نویسی دقیق و خوبم میگم که چیکار کنیم که کپشنامون رو بخونن، کپشن فروشگاهی چجوره، کپشن مثلا معمولی چجور باشه و نکات مهمش رو بهتون میگم.
ولی در مورد پست گذاشتن توی مرحله میرید، پستتون رو میتونید انتخاب کنید، چند تا پست دارین انتخاب کردین، کپشنتون رو می‌نویسید، محلی که زندگی می‌کنید میتونید لوکیشن بذارید، میتونید بهتره که لوکیشن بذارید. هشتگ هم کلا یه بحث جدای هشتگ گذاری هم احتمالاً جلسه بعد بهتون بگم چجوری هشتگ بذارید، ولی هشتگ هم باید بذارید و بعد می‌ذارید دکمه پست و پستتون میره. بچه‌ها درسته که من بهتون تایم نمیدم که چه ساعتی پست بذارید، خب ولی دیگه خودتون فکر کنید مثلا ساعت 12:30 شب وقت مناسبیه، یا مثلا ساعت 7 صبح کسی بیداره، اگه بیداره همه سر کار دارن، یعنی آماده میشن برن سر کار، برن مدرسه، 7 صبح کسی نمیاد گوشیشو دستش بگیره مثلا بیاد پست نگاه کنه. یه تایم مناسب پست گذاری نیست، مثلا صبح‌ها تایم پست گذاری نیست، نصف شب تایم پست گذاری نیست، عصر مثلا ساعت 7 6 و نیم 7 عصر اکثرا دارم میرم بیرون، میخوام برم بیرون یا تو خونه نشستن در حال کاری هم. نمیشه گفت تایم به اندازه صبح زود یا شب نصف شب بد نیست، ولی باز مثلا خیلی تایم خوبی نیستم 6 و نیم 7 عصر. خب ولی بهترین تایمایی که میشه پست بذارین از 9:30 شب تا مثلا 11:30 دیگه همه از سر کار اومدن، دیگه بیرونشون رفتن اومدن خونه نشستن، بهترین تایم اون موقع است. و توی ظهر هم مثلا 1 ظهر 2 ظهر 2:30 تا مثلا 4:30 که اگه مثلا شاغلن کسایی که دارن پیجتون مخاطبینتون آدمای شاغلن یا سر کارشون اومدن نشستن دارن مثلا تو اینستاگرام ازشون خوردن دارن استراحت میکنن میرن اینستاگرام میچرخن، پس از مثلا 2:30 به بعد تا 4:30 5 و ساعت 9:30 شب تا 11:30 شب پستتون رو تو این حوالی بذارید. و یه نکته دیگه حواستون باشه پستاتون رو که میخواین بذارین مثلا 7 روز مثلا 5 روز میخواین پست بذارین 5 روز و ساعت 9 شب نذارید، چون قطعا اینستاگرام شما رو یه بات تشخیص میده و ممکنه بلاک بشید. ساعت‌های مختلف بذارید، یعنی یه بار ساعت 9 رو 9:30 9:45 دوباره 9:30 نمیدونم 10 اینجوری تقسیم کنید، 1 رو 20 دقیقه منور بشه اوکیه که اینستاگرام شما رو با تشخیص نده، فکر نکنه شما پیجشون رو کامل دادین به یه دونه ربات و اون براتون پست گذاری میکنه، اون براتون کپشن میذاره. در مورد هشتگ گذاری اینا هم همه این نکات هست، راجع به کپشن نویسی هست، راجع به خیلی چیزا هست. اینستاگرام یه الگوریتم داره که میاد پیجتون رو بررسی میکنه. اون الگوریتم اگه ببینه شما دارید یه کاری رو پشت سر هم دیگه سر یه ساعت خاص سر یه تایم خاص انجام میدید، شما رو بلاک میکنه، تشخیص میده که شما یک انسان نیست، یه رباتی و شما رو بلاک میکنه. پس بعد رفتار انسانگونه برای اینستاگرام داشته باشید که شما رو تایید کنه و پستاتون رو به بقیه نشون بده. پس این پست گذاری بود. ساعتاش که گفتم از 2:30 تا 5، از 9:30 تا 11:30 شب بهترین تایمه. 1 ماه از شنبه تا چهارشنبه، ماه اول، ماه دوم از شنبه تا پنجشنبه پست گذاری کنید. امتحان کنید بین اینا، یه ما این کارو کنید یه ما اون کارو کنید، تست کنید ببینید کدوم برای پیجتون مناسب با توجه به آنالیز کردنم بهتون یاد کنم. خیلی ممنون که ویدیو من دیدید. لایک کامنتتون نره. اگه نظری دارید، نکته‌ای دارید، چیزی هست که دوست دارید بهم بگید و من بهتون یاد بدم، حتما برام تو کامنت‌ها بنویسید. دوستتون دارم. خدافظ.